من کرزی را به عنوان یک سیاستمدار هوشیار و با جرأت میشناختم، اما شرم است. میدانید در 15 آگوست وقتی که طالبان وارد کابل میشه کرزی چه میکنه؟ کرزی اول اینکه به هر دری میزنه تا که خودش به قدرت برسه، نظامیان رهبران قوم و اقوام را جمع کنه در کنار خود، دور کابل یک حصار امنیتی ایجاد کنه و در برابر طالبان بایسته، بجنگه یا با طالبان وارد مذاکره شوه. به هر حال که هیچ کس موافقت نمیکنه. رهبران سیاسی را خب یک تعدادی را پاکستانی ها مزدوران خودشان را در افغانستان بردن به اسلام آباد، امروز روز یادتان هست دیگه. یک قسمت دیگری از نظامیانی که در کابل مانده بودند مثل جنرال سمیع سادات اینا که شدیداً آمریکایی بودند، اینا هم از طرف آمریکایی ها اجازه نداشتند که با کرزی همراه شوند. بعد از او کرزی وقتی مطمئن میشه که دیگر راهی نداره و خواب به قدرت رسیدن دوباره هم کابوسی بیشتر نیست برای او، فکر میکنه چی میکنه کرزی چیکار میکنه؟ یعنی بعد از اینکه کرزی همه کار کرد تا در روز 15 آگوست یک اجماع مردمی را تشکیل بده و بعد با سلاحایی که در اختیار داشتن در برابر آمریکایی‌ها بایستند، در برابر طالبان بایستند، وقتی که ناموفق میشه بسم الله خان میره و امرالله صالح میره و رهبران سیاسی مزدوران پاکستان هم در اسلام آباد بودند و کابل هم وضعیت متشنج میشه، تازه کرزی میفهمه که نه خیر، مثل اینکه قرار است واقعا برادران ناراضی او وارد کابل شوند. فکر میکنه چی میکنه؟ زنگ میزنه به طالبان که بیاید داخل کابل. نه، این کارا نمیکنه. به دلیلی که طالبان کرزی رو در مسئله سر جای شاندن و گفتن که تو درست است ما رو برادر گفتی، اما ما رو زیاد کشتی، ما که آمدیم همراه حسابی میکنیم. میشینه به سر جایش؟ نه، سر جایش هم نمیشینه. هرج و مرج هم نمیندازه. قدرت ایجاد هرج و مرج انداختن را کرزی نداشت. کرزی ناباورانه ترین کار ممکن را میکنه برای حفظ جان خودش و خانوادش. خودش و خانوادش به سفارت ایران پناه میبرند. کرزی که چرخش سیاست را ببینید، کرزی که توسط آمریکایی ها به افغانستان میآید، 13 سال توسط آمریکایی ها حکومت میکنه، در اوایل رابطه خوبی با ایران نداره، بعد رابطش با ایران خوب میشه، در روز 15 آگوست از شر طالبان که میخواد در امان باشه میره به سفارت ایران پناه میبره. از تهران میخواد که به او پناهندگی سیاسی موقت در ابتدا بدن و بعد از او دائم اگر شرایط خوب نشد. ایرانی ها خوشحال میشن. ایرانی ها به دلیلی که تمسخری کرده باشند و دهنکجی کرده باشند به آمریکایی ها که تو یک آمریکایی را به نام کرزی آوردی به قدرت نشاندی، روزی هم که رفتی